خدمت شما همراهان عزیزم از صفحه یوتیوب من. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. درباره اینکه ما چجوری قالب‌ها رو بشناسیم و چجوری قالب‌ها رو بسازیم و چه نوع قالب‌هایی میتونیم برای ساخت احجام تیفانی استفاده کنیم، نکات مختلفی وجود داره که من توی این ویدیو میخوام خدمتتون بگم. همونطور که توی تصویر میبینید قالب‌های مختلفی وجود داره که بنا به نیاز ما، بنا به خروجی که ما میخوایم از اون محصول داشته باشیم میتونیم از اونها استفاده کنیم. اولین قالبی که شاید به ذهن همه شما مخاطبان عزیزم برسه قالب‌های یونولیتی هست که میتونه با این قطر باشه یا این قطر. اینکه ما چجوری میتونیم این قالب‌ها رو تهیه کنیم، از یه سری کمپانی ها و شرکت ها و سایت هایی که میتونید از گوگل پیدا کنید میتونید سفارش این در واقع احجام رو بدید، یا به حالت دیفالت روی پیجشون و محصولاتشون وجود داره میتونید سفارش بدین، یا اگر فرم یا حجمی هست که توی محصولاتشون به طور ثابت وجود نداره و تولید ندارن میتونید سفارش بدین و براتون بسازن. حالا میتونه بزرگتر از این باشه، کوچکتر از این باشه، یا اصلا احجام مختلف باشه، استوانه، مخروط و اشکال اینچنینی. درباره قالب یونولیت اگه بخوام خدمتتون بگم، یه سری مزیت ها داره و یه سری معایب. همونطور که ببینید داره تکون میخوره. اولین ایرادی که داره همینه، سبک بودنشه. وقتی ما میایم روش به طور مداوم تیکه های شیشه رو میاریم و دونه دونه میخوایم شیشه‌مون رو روش فیکس کنیم، این تکون خوردن های مداوم یه ذره شاید اذیتمون کنه و باعث خستگیمون بشه، یا فیکس کردن شیشه روش به خاطر اینکه چسبندگی نداره و ما با چسب کاغذی یا نوار چسب، حتی چسب خیلی حرفه‌ای، به سختی میتونیم تیکه شیشه‌مون رو روش فیکس کنیم و اونجاست که ما میایم از سوزن تهگرد استفاده میکنیم برای فیکس کردن شیشه‌مون، که اگر از تجربه من بخواید بدونید، من شاید بعد از قالب آهنی و گچی سومین قالبی که میتونم برای کارم استفاده کنم یونولیتی هست، به خاطر همین معایبی که خدمتتون گفتم. ولی در دسترس بودنش خوبه و اینکه شما خودتون میتونید بعد از اینکه به حالت کروی، مخروط یا هر مدلی که داشتید میتونید فرمش رو تغییر بدید با سنباده، برش، اره و هر ابزاری که میتونه روش اثرگذار باشه. مدل دیگه ای که حالا ما میتونیم ازش خروجی داشته باشیم اینه که اکثرا ما میایم از قالب کروی خروجی نیم کره میگیریم، یعنی یک حجم نیم کره میسازیم. حالا یا میاد طبق همین خطی که من از مقطع کشیدم میتونه همینجا تموم بشه، یا بعد از اینکه به قطر مرکزی رسید به حالت صاف ادامه تار بیاد پایین، که طبق کارهایی که از لوئیس کامفورت تیفانی دیدید خیلی از احجام و کارهاش طبق مدلی بود که خدمتتون گفتم. میتونید از وسط یونولیت رو ببرید یا همین مدلی بذارید بمونه، چون شاید توی کارهای بعدیتون بتونید ازش استفاده کنید. نحوه طراحی روی کار یونولیت هم، قالب یونولیت هم این مدلی است که یا شما میاد با ماژیک، خودکار و ابزار اینچنینی که در واقع خروجی جوهرش زیاده روش طراحی میکنید، ولی راحت ترین راه این هست که شما سلفون بپیچید روش، سلفونی که توی بسته‌بندی ها و توی آشپزخانه هامون وجود داره. بیاید یکی دو دور خیلی سفت روش بکشید و با ماژیک یا خودکار طرحتون رو روش بندازید. در واقع این که ما بیایم روش سلفون بکشیم به ما کمک میکنه واسه کارهای بعدیمون که قالبمون یک بار مصرف نشه و با برداشتن اون سلفونی که روی سطحش کشیدیم میتونیم جداش کنیم و توی کارهای بعدی دوباره سلفون بپیچیم و طرح‌های مختلف رو روش پیاده کنیم و اجرا کنیم. بعد از قالب یونولیتی من میتونم
فکر کنم قالب استیل خیلی مناسب باشه واسه معرفی. این قالب جنسیت استیل داره که میتونه از آهن هم باشه. به این صورت هست که از ورق استیل ساخته شده و به دستگاه بسته شده و طی گردش خیلی بالایی که داره با یه سری ابزارها خم شده و این خروجی رو به ما داده. کاملا همونطور که میبینید صافه، یک دسته و اصلا کج و کله نیست. و مزیتی که این قالب داره یکی اینکه تو خالی بودنشه، وزن به نسبت سنگینی که نسبت به قالب یونولیتی داره و اینکه خیلی راحت روی خود سطح فلز ما میتونیم طراحی کنیم با ماژیک و بعدش با تینر یا الکل طرحمون رو پاک کنیم و اینکه با نوار چسب و چسب کاغذی خیلی راحتی که شیشمون روش میچسبه و فیکس میشه دیگه. مثلا نیازی به اینکه ما از اجسام دیگه، از ابزارهای دیگه استفاده کنیم نیستش. حالا میتونه قطرهای مختلف داشته باشه که این هم یقینا سفارشی هست. قطری که الان توی تصویر میبینید 32 سانته و این هم در نظر بگیرید که وقتی ما از بیرون قالب استفاده میکنیم حدود 1 الی 2 سانت کارمون بزرگتر از خود قالبمون میشه. قالب بعدی که میخوام خدمتتون معرفی کنم قالب گچیه. گچ یه متریالیه که خیلی دم دستمونه و به راحتی میتونیم ازش استفاده کنیم برای اینکه فرم‌های مختلفی که تو گوشه کنار خونه‌هامون یا کارگاهامون هست ازش قالب بگیریم و توی کارمون و ساخت حجم‌هامون استفاده کنیم. همونطور که توی تصویر میبینید من 2 تا ظرف دارم که میخوام بهتون بگم چجوری ازش قالب بگیرید و توی کارتون استفاده کنید. این قالب که میبینید از فضای داخلی و فضای منفی این ظرف استفاده شده و گرفته شده. به این صورت که ما اول میایم ظرف مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. میخواد پلاستیکی باشه، شیشه‌ای باشه، سرامیکی باشه، هر چیزی که میتونه اون فرم رو به ما بده. و دقت کنید حتما باید ذهن جستجوگری داشته باشید توی این زمینه و از زاویه دید قالب به ظروف و اجسامی که دور و براتون وجود دارن نگاه کنید. اینجوری شما میتونید خروجی‌های خیلی متنوعی از فرم ها رو داشته باشین و کارتون رو خیلی منحصر به فرد کنه. برای اینکه ما بخوایم از داخل چنین ظرف‌هایی قالب بگیریم نیاز به پودر گچ و یک مایع لزج، حالا میتونه صابون باشه با آب، میتونه مایع ظرفشویی یا مایع دستشویی باشه. به این صورت که شما میایید فضای داخلی این ظرف و دیواره داخلیش رو آغشته میکنید به اون مایعی که لیزه. خب حالا حتی میتونه وازلین باشه، یعنی یه چیزی که نقش جدا کننده ایفا کنه. وقتی داخلش رو آغشته کردیم به این ماده دوغاب گچ درست میکنیم. حالا دوغاب گچ رو میتونید به کمک پدرتون، برادرتون، همسرتون و هر کسی که دورتون وجود داره کمک بگیرید، دوغاب گچ رو درست کنید و بعد از اینکه دیواره رو آغشته کردید به جدا کننده داخل قالب بریزید و صبر کنید تا بگیره و به واسطه وجود اون جدا کننده خیلی راحت با برگردوندنش قالبتون جدا میشه و یک در واقع حجم منفی از اون میتونید داشته باشید. برای اینکه قالبتون بخواد سبکتر باشه و درصد مصرف گچتون بیاد پایین میتونید از یونولیت استفاده کنید. یونولیت هایی که به صورت ورقه‌ای توی یه سری بسته‌بندی‌ها و کارتون‌ها وجود داره، میتونید اینا رو تیکه تیکه خورد کنید و وقتی دوغاب گچ رو میریزید خورده‌ها رو خورده خیلی کوچیک هم نه، مثلا 4-5 سانتی داخلش قرار بدید و به خاطر اینکه از سطح کار نیان بیرون میتونید یه در واقع سنگی چیزی روش قرار بدید. البته بعید میدونم بعد از اینکه شاید 1 دقیقه ازش بگذره اصلا یونولیت ازش بیاد بیرون. آره از یونولیت میتونید به عنوان پرکننده و سبک کننده قالب گچتون استفاده کنید. همونطور که گفتم این قالب من از داخل این ظرف پذیرایی قالب گرفته شده. حالا من توپر و تنها با گچ استفاده کردم به خاطر این میخی که داره من نمیتونم داخلش بذارم، ولی همونطور که میبینی دقیقا از همین قالب گرفته شده و
این ظرفی که اینجا میبینیدم آجیل خوری همین ظرفه که من حالا قالبش رو گرفتم نسبت به محصولی که میخواستم و اثر هنری که میخواستم ازش درست کنم روش طراحی کردم. حالا با مداد با ماژیک فکر کنم روش راحت بتونید طراحی کنید. به خاطر این شکستگی هایی که من توی کارم وجود دارم اومدم یه سری جاهاش رو سنباده زدم که حالا شما میتونید این کارو بکنید یا نکنید، ولی حالا اینو نشون دادم خدمتتون که ببینید با چیزهای خیلی دم دستی میشه این فرم ها و قالب ها رو ساخت و استفاده کرد. و در واقع این قالب گچی ها مزیتی که دارن سنگین بودنشونه، توپر بودنشونه، اینکه خیلی راحت تکون نمیخورن، سر نمیخورن و یه قالب در واقع قالبی از خیلی مورد علاقه منه به خاطر همین ویژگی که خدمتتون گفتم. حالا ما اگه بخوایم روی قالب گچی طراحی کنیم چیکار باید بکنیم؟ طبق چیزی که برای قالب یونولیت گفتم برای این هم میتونیم همین کار رو بکنیم. به ضمن اینکه گفتم با مداد و ماژیک هم میتونید این کار رو بکنید، ولی برای اینکه قالب ما یک بار مصرف نشه و بتونید برای دفعات بعدی هم استفاده کنید و اصلا مجبور نباشید روش سنباده بکشید، بیاید دوباره رو همین سلفون بکشید، سلفونایی که برای بسته‌بندی استفاده میشه. چند دور سلفون بپیچید و بعدش بیاید با ماژیکتون روش طراحی کنید. طراحی هم به این صورت که من حالا یه میخ کوچیک وسط این کار زدم و با نخ یه سری خطوط محیطی روش کشیدم که حالا یه سری جا اینجا یه سری خطوط هست. کاری که من با این قالب ساختم حالا عکسش رو براتون میذارم میتونید ببینید. بستگی به این داره که اصلا شما نیاز به این در واقع مرکز ثقل داشته باشید یا نه. خیلی میگم بستگی به این طرحتون داره. فقط دایره اصلی که جای کلاهک ماست خیلی جاش مهمه. بقیه طرح گفتم بستگی به این داره که آیا شما میخواید خطوط موازی روش طراحی کنید و اصلا طرحتون و شیشتون میخواد اون مدلی باشه یا همین مدلی میخواد فیلم بدایه طراحی کنید. کاملا بستگی به این موضوع و قضیه داره. و آره دیگه طراحیش هم گفتم خدمتتون با سلفون و یونولیت و بعدش با ماژیک یا خودکار راحت میتونید روی این کار طراحی کنید و بعد از اینکه کارتون تموم شد سلفون رو ازش بکنید و برای کار بعدی کاملا سالم و دست نخورده باقی بمونه. ولی اگه حالا روی این یه سری خطوط ماژیک که در واقع از رد همون سلفون مونده میتونید استفاده کنید با ماژیک بکشید، ولی خب به این دقت کنید که ماژیک روی گچ خیلی ماندگاری نداره و شاید نوک ماژیکتون آسیب ببینه و جوهرش رو دیگه پس نده. ولی اگه باز با ماژیک کار کردید بعدش یه سنباده بکشید و برای کار بعدی میتونه خدمتتون باشه. یک نکته دیگه که برای کار با قالب گفتم خدمتتون پیچیدن سلفونه که نه تنها برای طراحی به ما کمک میکنه، برای اینکه خرد شدن گچ رو جلوشو بگیره و اصلا باعث ریختنش نشه. همونطور که میبینید هی داره رو میز میریزه و داشتن سلفون جلوگیری میکنه از این کار. شاید براتون خنده‌دار باشه ولی همین ظرف پلاستیکی میتونه قالب من باشه برای اینکه بخوام یک حجم استوانه درست کنم. بنا به قطری که این استوانه داره میتونه قالب کار من متغیر باشه و خروجی با قطرهای مختلف من بده. این هم خیلی راحت توی انباریامون پیدا میشه و میتونید مورد استفاده قرار بدید. اگه حالا به دردتون نخورد میتونید ببرید یا به همین حالت استفاده کنید و دیگه بقیه کارش راحته دیگه، چون پلاستیکی هست خیلی راحت با ماژیک و خودکار میتونید روش طراحی کنید. بعدش با الکل یا تینر پاک میشه یا اصلا اگه خواستید این دیگه ماجرا رو نداشته باشید دوباره روش سلفون بکشید. و اگه بخواید از سبکیش جلوگیری کنید داخلش یه سری چیزا بریزید که خیلی تکون نخوره و اذیتتون نکنه. و حالا از این قالب ما میتونیم همین مدلی به صورت استوانه استفاده کنیم، میتونیم در واقع بعد از اینکه کلاهک قرار گرفت
یه کار این مدلی داشته باشین که حالا بلندش هم میتونه متغیر باشه. حالا شاید براتون سوال باشه که این چیزی که رو میزه چیه؟ این یه ابزاری هست که شبیه رحله و برای جوش دادن دو تا زاویه که با هم تشکیل زاویه 90 درجه میدن استفاده میکنم. یه جورایی کار قالب منو میکنه برای فرم هایی که 4 وجهی هستن، چون هر 4 وجه کنار هم برای اینکه خروجی مربع رو داشته باشن نیاز به 4 تا زاویه 90 درجه داره. بنابراین با قرار دادن 2 تا شیشه کنار هم توی این در واقع بستر داخلی این ابزار یا وسیله ما میتونیم به اون 4 وجهی مد نظرمون برسیم. ساخت این هم خیلی راحته. با کمک یک نجار میتونید یک تخته به اینجا و به اینجا پیچ یا چسب یا میخ کنید و یک دیواره برای اینکه راحت روی میز بمونه و تکون نخوره و شما بقیه مراحل کارتون رو انجام بدید. فکر کنم اکثر قالب‌هایی که ما میتونیم برای ساخت احجام تیفانی استفاده کنیم رو خدمتتون گفتم. همونطور که لحظات پیش خدمتتون گفتم ما فقط باید زاویه دیدمون رو کاربردی کنیم و اینکه ما چجوری میتونیم از وسایل، ظروف و ابزارهایی که حتی دور برمون وجود دارن به عنوان بستری برای پیاده کردن کارهامون استفاده کنیم. من یه گلدون آوردم توی تصویر که در واقع دیوارش و بدنش یه فرم جالبی داره. همونطور که میبینید یه سری زاویه‌هایی هستن که تو رفتگی دارن و دوباره بیرون رفتگی. خب همین میتونه یه قالبی برای ساخت کار من باشه و در واقع کار بسیار خاصی رو به من بده. یا از همین مدلش میتونید استفاده کنید. یه سری گلدون‌ها که اصلا استوانه هستن یا حالت لیوانی طور دارن میتونید استفاده کنید. اگه بخواید حجم هرمی بسازید میتونید از همین در واقع ابزار کمک بگیرید و زاویه‌هاشو به هم جوش بدید. میمونه حجم مخروطی که اون هم میتونید دوباره با یونولیت استفاده کنید و گیر بیارید یا خودتون بسازید یا سفارش بدید و ازش استفاده کنید. یه سری در واقع احجام دیگه‌ای وجود دارن که بعد از 4 ضلعی 5 6 8 12 و تا بی‌نهایت وجود دارن. اینکه ما چجوری از این زاویه ها کمک بگیریم و چجوری چند وجهی هایی با این زاویه ها بسازیم رو من خدمتتون میگم. همونطور که میبینید من یک 5 وجهی اینجا دارم. این 5 وجهی چجوری ساخته شده؟ بنا به فرم و مدلی که من داشتم اومدم تیکه های شیشم رو بریدم، کار حسابش رو انجام دادم، کابل فولش رو پیچیدم. برای اینکه من بخوام به هم جوش بدم این اضلاع رو نیاز به قالب دارم که حالا شاید پیدا کردن چنین قالبی خیلی سخت باشه. برای این کار چی کار میکنم؟ میام از اینترنت اضلاع مختلف اشکال رو حالا دانلود میکنم، پرینت میکنم یا هر چیز دیگه جالبه که بهتون بگم. من اینا رو از اینترنت سرچ کردم، طرح 5 ضلعی مثلا اینو آورده برای من و من کاغذ رو روی لپتاپ گذاشتم، نور محیط رو کم کردم و تونستم این زاویه ها رو بکشم و حالا فرمای مختلفش رو تو در تو کشیدم. حالا 6 وجهی هم اینجا وجود داره، 3 وجهی. بعد از اینکه من در واقع میگم شیشه‌هامو بریدم و کارش کردم، به کمک این چند وجهی ها میام شیشه‌هامو به هم جوش میدم. چجوری؟ این که من 2 تا ضلع رو میام لبه این زاویه قرار میدم و جفت جفت به هم جوش میدم. یه جوش بالا، یه جوش پایین و 2 تای دیگر هم همینجوری و در واقع کار من با زاویه درست و مطمئن جوش میخوره و یک کار غیر دفرمه به من میده. حالا میگم میتونه 12 وجهی باشه، میتونه 20 وجهی باشه، هر مدلی که حالا خواستید. نکته‌ای که جالبه اینجا خدمتتون بگم، اگر
من یک پنجزلی کوچیک داشته باشم و یک پنجزلی بزرگ و حتی یک پنجزلی اندازه این میز، اصلا فرقی نمیکنه که از کدوم برای جوش دادن دوتا زلم به هم دیگه استفاده کنم، چون همه اینها از یک زاویه تبعیت میکنن و در کنار هم 360 درجه رو به من میدن. در نتیجه چه من این دوتا شیشم رو توی زل کوچیک بذارم، در واقع توی پنجزلی کوچیک بذارم و چه توی پنجزلی بزرگ، همش یک زاویه رو به من میده. بنابراین این نکته هم در نظر بگیرید که خیلی کاربردی و جالبه. اصلا خودتون مجاب نکنید که بخواید فرم ها و قالب هایی که هزینه خیلی زیادی دارن برای کارتون استفاده کنید. فقط میگم باید ذهنتون خلاق باشه و کمک بگیرید از اینکه با اون زاویه دید به همه چیز نگاه کنید. مرسی که توی این آموزش همراه من بودید. امیدوارم تمام نکاتی که درباره قالب ها، همه نکاتی که درباره قالب ها ذهنتون رو مشغول کرده بود رو عفو کرده باشم، همه نکات رو گفته باشم و اگر فکر میکنید نکته‌ای هست که از قلم افتاده، حتما توی کامنت ها بر من بنویسید و در خدمتتون هستم. و اگر فکر میکنید پیج من میتونه بهتون کمک کنه، حتما صفحه من رو سابسکرایب کنید. متشکرم که همراه من بودید.